إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. دایات قبلی الله متعال عقبی ششم برای پیش روی دعوتگر که پیش میشه و یا آخری مشکلی است که در پیش دعوتگر موجود است. کسایی که دعوت به سوی عقیده توحید میده مشکلات پیش رویش آمده رایسته. 6 قسم مشکلات است یا آخری مشکل است که وقتی مردم ها از دعوت توحید تو تنگ شود و رسوخ و محبوبیت پیدا بکنی در بین مردم یا چاره دیگری نداره به جز از که معامله و قصه تو را به حاکمای وقت و پاچاهای وقت پیش میکنه و ما را تحریک میکنه که در مقابل تو تنظیم جور کرده میخواه که خود در پاچایی برسانه. منظورشان است که از صحنه و میدان تو دور شوی یا بندی شوی یا است که سری تو قیودات لگانده شوی که تو دیگه تقریر و تبلیغ کرده نمیتانی. انبیاء علیهم السلام همچو عقبات یا همچو مشکلات تیر کرده، یعنی دینمی قسم مشکلات ها دعوت خود ترک نکرده. از او خاطر برای دعوتگرات درس داده شد که پیش روی دعوتگر مشکلات ها خیلی زیاد میه لیکن به هیچ قیمت و وجه دعوت خود ترک نمیکنه و این طرف فکر هم نکنه که دعوت تو بی اثر باقی میمانه، بلکه الله متعال حتما ثمره را برش مرتب میکنه. چرا که از اول اگرچه مردم خیلی مخالفت میکنه آینده بعد از درک واقعیت مردم باز میدانه که اصل حقیقت کجاست. با واسطه که دشمنات دسایس گوناگونه در پیش روی برپا میکنه به این خاطر که تو از دعوت باز بمانی، لیکن الله متعال دعوت تو را تاثیرگذار میکنه. در بین مردم خامخواه گروپی پیدا میشه که امی دعوت پیش ببره. یعنی اگر تو نباشیم دعوت دیگه در حرکت است و گاهی هم توقف نمیکنه. این اونمو موضوعی بود یا جریان دعوت های انبیاء علیهم السلام بود که برای دعوتگر نقشش داده شد و دعوتگر باید راه خود همیشه ادامه بده، به این نبینه که والا خوف و خطر داشته باشه از دسایس مردم بترسه که فلان مرا دسیسه نکنه، مرا متهم نکنه، مرا بدنام نسازه، مرا اینطور نکنه. اینمی نعوذ بالله تخویفات که در قلب خود را میده این سبب بازداشتن از دعوت میشه. یک تعداد مردمای ما خیلی علمای برجسته است و خیلی خوب میدانه هم، لیکن بعضی مسائلی که سبب خوف و خطری از وا شده مانع از این گشته که وا در میدان دعوت حتی کلمه را ظاهر کرده بتونه، خصوصا حالی که خیلی موضوع واضح شده و بسیار مردم الحمدلله آشنایی به این گپ پیدا کرده. امیالی هم گپ خدا در حالت ترس و خوف میزنه، واضح گفته نمیتونه. اینی اسبابی است که سبب منع دعوت انسان میشه. انسان وقتی دعوت میده این مسائل در دم راه خود بگیره. بی مشکل در یک جای رسیدن، در یک مقصد رسیدن این گپ عادی نیست. هر کس که در یک مقصد میرسه حتما مشکلات در پیش میگیره، بعد از او میرسه. در اینجا الله حالات آخرت عالی بیان میکنه که همین مردمی که در دنیا مانع دعوت میشدند و همیشه دسیسه بازی میکردند، پرت مشوره ها ارجای راپور و تحریکات میکرد، روزی فرا برسه که الله متعال از پیشون سوال میکنه. البته این سوال تنها برای انسان ها نه، امو جنیات کم سببی وسوسه میشد، وسوسه مینداخت در دل مردم از اینکه دعوت حق بپذیره، عقیده توحید بپذیره. از وام سوال میشه که آیا برایتان پیغمبران آمده؟ منظور است که الله متعال حجت خود تمام میکنه و به مخلوق خود میگه که برای شما مکمل دلیل کافی آمده بود برای راهیابی شما، برای کامیابی شما، اما شما مردم بوده که نمی راه کامیابی را ترک میکردی و راه ناکامی را در پیش میگرفته. وجهش چی بود که راه ناکامی را در پیش گرفته بوده؟ شما ماده یا مادیات دنیا را اصل مقصد زندگی جور کرده بوده. فکر میکردی نمی کشوفش دنیا اصل مقصد زندگی است، حالان که این مقصد زندگی نبود. فریب دنیا، مادیات دنیا، زرق دنیا انسان وادار به این میسازه که به گپ حق گوش نگیره
و نفهم حقیقت زندگی خدا و هدف خدا. امیال یک تعداد مردم است در پیدا کردن دنیا شب و روز مصروف هستند. اینقدر مصروف هستند تو گویی که فقط رزق کل مردم امی مردم میده، امی نفر میده، امی کفالت یا ذمه‌واری رزق دیگه مردم ها هم سری عزیزته تا این اندازه را غرق دنیا است، اما از آخرت خود ادناترین معلومات نداره. زمانی که از موضوع و مسئله دین پرسان میکنی بیچاره صم بکمن میباشه. علتش است که او مقصد زندگی خدا آمدنش در دنیا فقط اینمی مال و متاع دنیا را مقصد اصلی خود جور کرده، آخرت بالکل بی فکر شده. اینی ثمره‌اش است که در او جواز خودش اعضای خودش سر شاهدی بوده که چی کارا را کرده. الله متعال میفرمه که باز اونجا سر خود شاهدی میدن، باز درک میکنه که حقیقت امر چی رقم است. آیا زندگی دنیا خیلی مهم بوده یا آمادگی برای آخرت مهم بوده؟ یقینا هم دنیا غیر از صفحه آزمایش است، امتحانات الله متعال است. خو انسان ها یقینا که آلی بعد از پوره شدن دلیل بازم راه حقیقت پیدا نمیکنن، بسیار جفا قطع نفس خود میکنن، ظلم قطع نفس خود میکنن. چرا؟ به خاطری که اگر تنها مقصد زندگی همین دنیا باشه، باز حیوانات و انسان ها هیچ کدام فرقی نداره. همین خوردن نوشیدن برای حیوان هم است، حیوان هم تلاش داره خوردن نوشیدن برای خود پیدا کنه. اما انسان هم اگر همین هدفش باشه، باز دیگه این گپ خیلی مهم است که آدم خود تباه کرده. الله مسحنه را پیش میکنه و بر ما میگه که الله با ظلم سر کسی نمیکنه، بلکه انسان راهها و اسباب کامیابی و هدایتش خیلی زیاد فراهم ساخته بود. اما این انسان بود که هیچگاه توجه و اعتنا به این گپ نکرد. یک تعداد مردمی ما تمام عمر قرآن یک مرتبه هم در ذهنش نمیاد که ما قرآن بخوانیم یا قرآن چی پیام داره. نه 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 نه، فقط آنقدر مهارت در پیداگیری دنیا داره که پرسان نکو، انواع قسما را، فریبکاری و چلبازی و این گپا را خوب یاد داره، بیخی ماهر است، میتونه خدا بکش از یک راه، لیکن در موضوع دین و آخرت خود بالکل بی فکر است. الله متعال اینطور مردمان را تنبیه و هشدار میده. یا معشر الجن، جماعت جنیات و الانس از انسانا، الم یاتکم رسول منکم، آیا نامده بود برای شما پیغمبران منکم از جمع خودتان؟ پیغمبران از جمع خودتان نامده بود. اگر مراد از پیغمبران مطلقی بیم دهنده را بگیریم، باز جنیات هم بیم دهندگان و دعوتگران خیلی زیاد بوده. از او خاطر ایرا اطلاق رسول گفته جنیات و انسان ها کلش در بر میگیره. یا است که قبل از انسان ها برای جنیات پیغمبران آمده بود، لیکن بعد از آمدن انسان ها مثل که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبری کل جنیات و انسان هاست، اینمی قسم پیش از هم دعوتگرا در بینش موجود بوده، یا پیغمبرای سابقه عمر درازی داشته که یارا دعوت میداده. یعنی در بین جنیات هم یا انبیاء علیهم السلام آمده یا مراد از رسول بیم دهندگان است که الله متعال مثل که همو جماعتی که پیغمبر علیه السلام در نماز صبح قرائتش شنید ایمان آوردن، رفتن قوم خودم دعوت دادن که ما اینطور کلام عجیب شنیدیم، ما را دعوت میداد به سوی راه رشد و ثواب. اینی قسم او صفات را بیان کرده. این دعوتگرا یا بیم دهندگان میگه و در بین جنیات ایام آمده. از او خاطر اطلاق رسول سرش میشه. چرا وظیفه رسول هم است که مردم دعوت به سوی توحید و یکتاپرستی الله میده و از آن چیزی که ضررشان است میترسانه، و در بین جنیات هم اینطور مردم هست. یقصون علیکم که بیان میکنه بالای شما آیاتای مرا. اینجا مراد از آیات همون دلایل توحید و یکتاپرستی است و همچنان حالات قیامت، دلایل قیامت است که را بیان میکنه. و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، شما را بیم میداد از ملاقات این روز، یعنی این روزی است که شما با الله خود رو برو میشوی. آمادگی بگیره که چیسته به این ملاقات خود با امرای الله خود رو برو میشوی. لیکن شما چی میکردی؟ قالوا شهدنا علی انفسنا، یا میگوین ما شاهدی میدیم بالای نفسای خود، یعنی اعتراف میکنیم. البته این اعتراف بعد از شاهدی اعضای انسان است. یک مرتبه خو انسان در اوج فکر میکنه که اگر انکار بکنم شاید خلاص شوم، از او خاطر انکار میکنه، میگه ما چینه نیستیم، ما این کار نکردیم، شرک نکردیم. لیکن پسان که اعضای شاهدی بده بعد از او یا مجبور میشن. و غرتهم الحیات الدنیا، این مردم ها اقرار میکنه که تبلیغ برای ما شده بود، پیغمبر کتاب الله آمده بود،
برای ما بیم داده شده بود، حالات قیامت برای ما بیان کرده شده بود، منظرهای هیبتناک قیامت برای ما بیان شده بود، اما ما نپذیرفتیم. چرا؟ وجه چی بود؟ و غرتهم الحیات الدنیا، فریب داده بود یارا زندگی دنیا. امی زندگی دنیا را مقصد اصلی خود جور کرده بود، فقط شب و روز پشتی ازی سرگردان و لالوان بوده، در فکر آخرت هم نبود. ثمرش اینه میگه پاس که آلی دیگه برای الله جواب ندارند، کلی اعضای شاهدی داده که ایرای غلطه در پیش گرفته. فریب دنیا چه قسم انسان فریب میده؟ دنیا عجیب فریب میده. برو امروز میرم کار میکنم، صبا باز میرم. برو امروز خیر است نمازم قضا میشه، صبا تصمیم میگیرم که در جماعت میرم، صبایش باز اینمی قسم است دیگه، صبایش باز اینمی قسم است. آرزوهای انسان و مشکلات یا حاجتهای انسان در دنیا که کسی بگوید که من تکمیل میکنم، قطعا تکمیل نمیشه. اگه امروز یک خانه گلی داری، زمانی که اراده بکنی که تو باش یک تعمیری پخته را به خود جور کنم، بس کفایت میکنه، نمیشه پوره. بعد از او دیگه ضرورت تو را نمیگذاره که برای عبادت الله و برای فکر آخرت چی شوی، یک کمی خود آماده بسازی، وقتی خود بدی. نه، از این امروز تصمیم بگی، از این ساعت دنیا. چرا؟ مرگ انسان خبر نکده. اگر توبه میکشی، اگر تصمیم برای انجام کاری خیر میگیری، از امیالی باید تو اقدام بکنی، چیزی که امکاناتی که در دست داری از پیش استفاده درست بکن. در غیر از اگر تو بگویی که من فراغت حاصل بکنم، بیکار شم، بازی کارا را میکنم، قطعا دنیا انسان بیکار نمیگذاره. و اکثری مردم که مبتلا هست به این میگه تو باش که کمی روزگارم خوب شد، باز خوب جماعت شریک میشم، باز میرم صف اول میگیرم. اما این مردکه روزگار در عمر خوب نمیشه و این جماعت با چشمم نمیبینه، در مسجدم نمیره، پابند دینم نمیشه. اینمی فریب زندگی دنیاست. و شهیدو علی انفسهم، شهیدی میده بالای نفسای خود، انهم کانوا کافرین، که یقینا یا انکار کننده بودن، هیچ در فکر آخرت نبودن، صفات الله را و توحید الله را بالکل نمیپذیرفت. ذالک ان لم یکن ربک مهلک القرى، روان کردن انبیاء علیهم السلام به این خاطر است که نیست ربک پروردگاری توی پیغمبر علیه السلام مهلک القرى، هلاک کننده قریه ها. مراد از پیشش اهل قریه هاست، اهل قریه ها را هلاک نمیکنه. یا خودی قریه را بگیریم، خودی قریه که هلاک شه، خو مردم خامخا قطعش هلاک میشه. الله که وقتی بخواه که کسی را هلاک میکنه، امو قریه و منطقه را مکمل تباه و برباد میکنه. ای به خاطر روان کردن انبیاء علیهم السلام به خاطری است که نیست الله متعال هلاک کننده قریه ها در دنیا به ظلم، به شرک و کفر ازوا، ولو که شرک و کفر و کارهای غلط هم میکنه، اعمال بد و زشت هم میکنه، الله عذاب نمیده. و اهلها غافلون، در حالی که اهل همی قریه ها، باشندگان همی قریه ها، غافلون، بیخبر باشن از دعوت پیغمبر برش نرسیده باشه، الله عذاب روان نمیکنه. چرا؟ الله حجت تمام میکنه، بعد از عذاب روان میکنه. از همون خاطر است که الله متعال با وصفی که کسی شرک و کاری غلط میکنه، تا وقتی که دعوت برش نرسیده باشه الله عذاب نمیده. البته در دنیا، در آخرت، برای ازی که هر انسان الله عقل داده، قرائن نسب کرده در ماحولش، اعضا برش داده، قوتها برش داده، باید رای حقیقت و رای توحید باید درک بکنه. اونجا الله عذاب میده، یا است که در اونجا هم مورد امتحان قرار میده، بعد از سپری شدن امتحان هر کسی کامیاب نشد برش عذاب میده. ولکل درجات مما عملوا، برای هر طایفه درجات مراتب است، هم در دنیا هم در آخرت، هم برای جنیات هم برای انسان ها. مما عملوا، از آن چیزی که یا عمل کردن، یعنی هر کس مناسب یا عملش مرتبه مقرر است. کسی در میدان بدی برای خود مراتب داره، اعلا و اول نمره و دوم نمره و سوم نمره داره. کسی در میدان اعمال نیکی نمی قسم برای خود درجات داره. پس معلوم شد که هم جنت صاحب درجات و مراتب است و هم دوزخ. همچنان در دنیا هم اعمال انسان همیطور مراتب داره، از کسی زیاد گناه است، از کسی کمتر است، از کسی زیاد اعمال نیک است، از کسی کمتر است. این تفاوت ها خامخا دیده میشه، چرا که اونجا هم در جنت و دوزخ تفاوت ها وجود داره. و ما ربک بغافل عما یعملون، خویره بدانی که پروردگار تو از آن چیزی که مردم عمل میده بالکل بیخبر نیست. انسان فکر نکنه 4 روز دنیا را که رفت پیدا کرد، حرام و حلال فرق نتونست، و بعد از اون روزگاری دنیای شکم خوب شده رفت و دنیا اینطور پیشش میاد که پرسان نکن، فکر میکنه که البته من محبوبی الله هستم. نه، 4 روز مهلت دادن الله متعال، این
علامه محبوبیت نیست. دنیا پیدا شدن برای کسی معیاری محبوبیت برای الله نیست. از او خاطر الله که شما را زود نمیگیره، به این خاطر نمیگیره که او از رحمت کامل خود کار میگیره. تو را موقع میده، میدان فرصت برات اعلام میکنه که تو باش دینمی چی لمحه زندگی خود باز بگرده به سوی الله متوجه شوه، باز بگرده دی لمحه. از همون خاطر زود عذاب نمیده. الله متعال قدر کریم و رحیم است، گناه را افشا نمیکنه، به این خاطر که بنده توبه بکنه به کسی در پیش کسی رسوا نشوه. اما امی انسان است که از غفلت خودکار میگیره، امی تاخیر عذاب ایره نعوذ بالله علامه و نشانه مقبولیت خود قرار میده. فکر میکنه که الله از پیشش خبر نیست نعوذ بالله، یا میگه که نه الله مرا دوست داره، سیکو این هم زندگی و پاچایی و این منصب و رسالت و گپاست. یک تعداد مردم سخت تباه شدن، فکر میکردن که اله حکومت از ماست، تجارت از ماست، در خارج ما رفتیم، این گپا را بسیار خوش هستند، خبر نیستن که غرق شدن، رفتن تباه و برباد شدن. علتش است که اسباب گناه برشان خیلی زیاد شد از اینکه اسباب نیکی را انجام بده. یک تعداد مردم همینطور است. و ربک الغنی و ذو الرحمه، پروردگار تو غنی است، الله متعال ضرورت به کسی نداره. ظلم کسی میکنه نعوذ بالله که ضرورت داره، احتیاج داره، چی؟ به خاطری که دلش درد کرده میخواه چی سری کسی انتقاد بکنه، انتقام خدا بگیره. این کس ظلم میکنه. یا کسی که نعوذ بالله که او ضرورت به این ظلم داشته باشه، الله متعال هیچ نوع ضرورت به چی نداره، چرا غنی است. دیگه از همون خاطر الله برای روان کردن پیغمبران را به این خاطر نیست که الله احتیاج داشته باشه برای مردم، نه، الله متعال حجت تمام میکنه، چون صفت عدالت الله عادل است، از همون خاطر ظلم نمیکنه. با این خاطر که عدالت قائم شوه پیغمبران روان میکنه که مردم آگاه باشه. مثل انسان واری نیست که نعوذ بالله ضرورت برای ظلم داشته باشه ظلم میکنه، چرا؟ نیاز داره، احتیاجات داره، از او خاطر به مال متاع دنیا ضرورت داره، سری مردم ظلم میکنه. نه الله متعال هیچ کسی را هم ضرورت برش نداره. هلاک کردن انسان ها را الله ضرورت نداره. هلاک کردن انسان ها را وقتی میکنه که حجت قائم میشه، یا راهی را در پیش میگیره که نعوذ بالله بسیار راه خراب است، یعنی بزرگترین ظلم که شرک است مرتکب میشه. ذو رحمت، صاحب رحمت است. پس تمام عالم، کل یم عالم که میبینی الله متعال پیدا کرده از رحمت الله متعال است. چرا؟ مقتضای صفت رحمت الله متعال است که انسان پیدا کرده، بعد از او سلیقه زندگی و همه گپاره امی اعضا و قوت هایی که ما و شما در وجود خود داریم، این را کی برای ما گفته بود؟ کی میفهمید که اینطور قوت ها بر ما داشته باشیم؟ به خاطری که ما دهن برای گپ زدن، چشم برای دیدن، گوش برای شنیدن داشته باشیم و همچنین قوی تفکر برای فکر کردن داشته باشیم، نمیدانستیم. الله متعال این قوت ها را برای ما پیدا کرد. این تقاضا یا ثمرات رحمت به پایان الله متعال است. هم انسان پیدا کرد، هم سلیقه خواستن و طلب کردن، هم سلیقه کار و عمل کردن، کلش الله متعال برش پیدا کرده. الله سخت صاحب رحمت است. از همون خاطر اینجا الله اشاره به این میکنه که جامعه انسانی همیشه یکی با دیگه محتاج است، یکی را با دیگه وابسته ساخته. از همون خاطر نظام دنیا که در حالت حرکت است، از روی احتیاجات در حرکت است، یکی با دیگه احتیاج داره. اگر همین احتیاج نماشه چرخ دنیا مکمل توقف میکنه، دیگه جریان پیدا نمیکنه زندگی انسانی. خو الله متعال طور پیدا کرد انسانها را متفاوت با درجات مختلف. هر کس یک عمل محبوب الله در قلبش ساخته، اما عمل پیش میبره. موتروان در موتروانی خود میره، نانوای در نانوایی خود میره، در بستریگیری خود، معلم در معلمی خود. الله متعال همون وظیفه را برش محبوب ساخته. کل انسانیت در یک بند احتیاجات چی کرده؟ یکی با دیگه وابسته ساخته. معلوم شد که انسان مجموعه احتیاجات، انسان چی مانا؟ مکمل مجموعه احتیاجات است. اقدر تقاضاها داره که هیچ پرسان نکن. هیچ لحظه انسان بی تقاضا و بی احتیاجی نیست، برخلاف الله. الله غنی است، انسان غنی نیست. از همون خاطر است که انسان نمیتونه خودکفا خود اعلان بکنه که من خودکفا هستم. نه، پادشاه و رئیس دولت هم بدون رعیت حکومت نمیتونه، ضرورت به او داره. پس وقتی اینطور است انسان باید در این رشته که الله برش مقرر کرده
دمو نظم و نظام خود بچله، روان باشه. تو نکنه که تجاوز بکنه، نعوذ بالله، زیادت و کمی بکنه. چرا الله همین نظم برش برابر کرده، دمین نظم باید بچرخه. مثل که برای انسان ضرورت داره، به الله ضرورت داره. مثل که حق انسان باید مراعات بکنه، حق الله را مراعات بکنه. اما همین انسان است روزی فرا میرسه که با امرای همین قدر ضرورتای خود الله را فراموش میکنه، وجودی خود فراموش میکنه که کی وجودی مرا بخشیده و این اعضا را و این قوت ها را در وجودی ما کی نهفته که هر کدامشان ضرورت داره، حاجت داره، این کی برش داده. الله را فراموش میکنه. بس اوقات که کمی ترقی کرد با سعی میکنه که انسان ها را هم فراموش میکنه. باز میبینی که سر انسان هیچ شمار نمیکنه، گایم تابع نمیشه برای حق پردازی از حق دیگران را. نه انسان برش حقیر معلوم میشه. همین مردمایی که امروز در رأس حکومت ها و دولت ها کار میکنه، انسان ها برش انسان معلوم نمیشه و نه آماده هستن که حق از او را بپردازه، بلکه خود کلان میتراشن، اینطور فکر میکنه که ماستیم. الله متعال میگه اینطور نیست. یشاء یذهبکم، اگر الله بخواه میبره شما را، از بین میبره شما را، و یستخلف من بعدکم، جانشین میگردانه پس از شما، یعنی پس از بین بردن شما، ما او مخلوقی را یشاء که الله بخواه. الله قدرت داره مخلوقی را بیاره که ادناترین جرم منع کنه.